بعضی موتورها فقط راه میرن اما بعضیاشون حکومت میکنن. داستان CB 1300 داستان یک موتورسیکلت نیست، داستان پادشاه خیابونه. سال 1992 مهندسای هوندا دور هم جمع شدن و یه پروژه مهم رو شروع کردن به اسم پراجکت بیگ وان. هدف چی بود؟ ساختن یه موتور که هیچ کس جرئت نکنه تو خیابون بپیچه جلو. اولش CB 1000 رو ساختن ولی کافی نبود. اونا قدرت مطلق رو می‌خواستن. سال 1998 هوندا بمب رو منفجر کرد. CB 1300 یه انجین 1300 سی سی 4 سیلندر. میدونی یعنی چی؟ یعنی موتور یه ماشین هوندا سیویک رو گذاشتن لای دو تا چرخ. یه گشتاور وحشتناک که آسفالت رو جمع می‌کرد. اما چی CB رو حضرت کرد؟ سرعت؟ نه. بهش میگفتن تویوتای موتورا. مرگ نداره. هر چی گاز بدی آخ نمیگه. تو ایران این موتور نماد اقتداره. وقتی صداش میاد همه میکشن کنار. از سال 2003 که انجکتور شد و قیافش تیزتر شد دیگه رقیب نداشت. سنگینه ولی تو دستت مثل موم نرمه. وحشیه ولی بی صداست. این پارادوکس ژاپنی شاهکار مهندسیه. شاید موتورهای سریعتر یا گرونتر اومده باشن ولی شاه همیشه شاه میمونه. اگه تو هم قلبت با دیدن این رنگ سفید و قرمز تون میزنه این ویدیو رو بفرست واسه عشق بازار.